یک زن نزد رسول اکرم صلی الله علیه و سلم آمد. یک زن گفت حبیب خدا، زمانی که من یک حدیثی تو را شنیدم شوهر کردن را ترک ساختم. حبیب خدا گفتن چی حدیث بود؟ چی شنیدی؟ برای چی از این نعمت شوهر دست میکشی؟ شوهر بسیار نعمتی خوب است. پروردگار زنی شوهردار و مردی زندار را دوست می‌دارد. و حبیب خدا گفتن بدترین جوان پیسر و بدترین جوان دختر آن جوان پیسر و جوان دختری هست که شوهر نمیکنند، زن نمیگیرند. چرا تو دست میکشی؟ حضرت گفتن آخر شما گفتین اذا نظرت علیها سرتک. ای حبیب خدا، شما گفتین بهترین زن همان زن به حساب می رود که وقتی اگر شوهر در جمال او نگاه کند، از تبسم زن، از معامله زیبای زن، از چشمهای پر از مهری به شوهر داشتگی، وقتی شوهر که خوشحال می شود، این زن بهترین زن است. پس حبیب خدا، یکی مبادای یگان روز این شوهر به من نظر کند و از این چهره من خوشحال نشود، از این چهره من ناراحت شود، پس من بدترین زن هستم و من در پیشگاه پروردگارم قدر و شرف خدا گم میکنم. تصور کنید برادر عزیز، بگید با یک نظر کردن که حبیب خدا گو وقت شوهر در جمال زن نگاه کند و زن با یک تبسم شوهر خدا استقبال گیرد، چهرش خندان کند، تروشی و قواق روی خدا دور کند، حبیب خدا گفتن بهترین زن تو هستی. و این زن از این ترسید که مبادا یگان روز از جمال من این شوهر من راحت نکنه. برادر عزیز و گرامی، بیاین مقایسه کنین با آن زنهایی که شوهرها را با روی تروش و با قواق گراندگی پیشواز میگیرند. شما بیاین مقایسه کنین با آن مردهایی که نسبت زنهای خود نفرت و دشنام و قهر دارند. شما یک خدا ترسی این زن مقایسه کنین با این خیل نیت، با این خیل عمل، به شک این زن جنتی است برادر عزیز.